معاون وزیر کارهای خارجی بریتانیای کبیر اوید به اروپا و آسیای مرکزی لیو داکرتی به تاجیکستان تشریف آورده است و امروز ما با او صحبت می‌آوریم. ما مصاحبه‌مان را در مرکز هنرهای مردمی گلزار می‌گذرانیم که یکی از سرپرستان این مرکز سفارت بریتانیای کبیر در تاجیکستان است و چون ما در چنین فضای ملی قرار داریم من نیز لباس تاجیکی به بر کردم. خوب حالا صحبت می‌کنیم اوید به مسائل مهم همکاری دو کشور تاجیکستان و بریتانیای کبیر. لیو به تاجیکستان خوش آمدید. با نظرداشت موضوع جایگیرشوی و حساسیت منطقه تاجیکستان در سیاست خارجی بریتانیای کبیر کدام موقع را اشغال می‌کند؟ خب ما تاجیکستان را خیلی مهم می‌حسابیم، بخصوص در استواری منطقه آسیای مرکزی. نقش کشور شما همچون شریک استوار در استحصال نیروی برق برای دیگر کشورها بنهایت مهم است و ما با همه کارهایی که تاجیکستان در سمت استحصال نیروی سبز انجام می‌دهد احترام می‌گذاریم و این همچنین نقش مهم در زمینه امنیت منطقوی میباشد، زیرا اینجا بسیار ناامنی بخصوص در افغانستان وجود دارد. همین طریق ما اعتراف میکنیم که تاجیکستان در تامین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی نقش خیلی مهم دارد و البته ما میخواهیم این را دستگیری نماییم و از این رو تاجیکستان را در این زمینه یک شریک خیلی مهم میبینیم. چگونه میتوان هدفهای تاجیکستان و بریتانیای کبیر را در سمت مبارزه با تغییریابی اقلیم یکجا کرد و برای عملشوی آن تلاش کرد؟ خب ما می توانیم در موضوع تغییریابی اقلیم یکجا کار کنیم. ما باور داریم که نقش تاجیکستان در حل مشکلات آب در آسیای مرکزی نهایت مهم است. 60% تمام آب آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه میگیرد و نقش تاجیکستان در استحصال نیروی سبز هیدروانرژیک اهمیت کلان دارد. من این را امروز در نیروگاه برق آبی عجایب نورک مشاهده کردم و میدانم که شما نقشه‌های عظیم وسیع نمودن استحصال نیروی آبی خود را دارید و ما فکر میکنیم که این کار خیلی خوب است. ما به نیروی برقرار شونده نیروی سبز خیلی هوسمندیم و من فکر میکنم که ساحه‌های زیادی موجودند که ما میتوانیم همکاری کنیم. از این رو ما از حجم استحصال هیدروانرژیک تاجیکستان تأثیرات کلان گرفتیم. این برای منطقه نیز خیلی مهم است و ما مبلغ بریتانیا را در لایحه کسب 1000 سرمایه‌گذاری نموده ایم که هدف آن پیوستن کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی با مقصد ایجاد یک بازار بزرگ صادراتی که برای صلح و ثبات نه تنها آسیای مرکزی بلکه دیگر کشورها نیز خیلی خوب است و این خیلی جالب است. همین طریق ما درک میکنیم که نقش تاجیکستان در مورد انرژی سبز و هیدروانرژیک نهایت مهم است. تاجیکستان با بنیاد نیروگاه‌های برقی از جهت اکولوژی تازه و برقرار شونده توجه خاص دارد. مثلا نیروگاه برقی آبی روغن یکی از بزرگترین لایحه‌ها بوده، برق استحصال می‌کرده آن برای منطقه مهم است. آیا بریتانیای کبیر امکان سرمایه‌گذاری در این لایحه را بررسی کرده است؟ خب این سوال عالی است. بشبه شرکت‌های بریتانیا به سرمایه‌گذاری ساحه برای تاجیکستان خیلی مهم و افزاینده تولید نیروی آبی توجه دارند. با شما شرکت‌های بزرگ اروپایی در این ساحه علاقه همکاری دارند و نقشه‌های پیشگرفته شما بزرگ می‌باشد. از این رو من فکر می‌کنم که برای در این ساحه اشتراک نمودن شرکت‌های بریتانیا نقش و امکانات‌ها البته وجود دارند. ما یک بخش خیلی تاثیربخش انرژی برقرار شونده داریم که دارای اینوواسیون و تکنولوژی زیاد می باشد و من فکر میکنم که برای همین ما میخواهیم در این سمت مهم همکاری کنیم، زیرا تغییریابی اقلیم به همه ما تاثیر میرساند، خواه شما در آسیای مرکزی و خواه در لندن زندگی کنید. بریتانیای کبیر یکی از کشورهایی است با جامعه رشد کرده. برای تبادل تجربه خویش در تاجیکستان و مساعدت در رشد جامعه دموکراتی و شهروندی بریتانیای کبیر چه کارهایی را عملی میکند و در آینده میتوان انجام دهد؟ خب بله ما تجربه کار با کشورها داریم تا آنها جامعه آزاد و گشوده و رسانه‌های آزاد داشته باشند تا ما میتوانیم مصاحبه‌های مانند اینها داشته باشیم، زیرا ما این را همچون موفقیت و استواری کشورها می‌سازیم. و واقعا ما می‌بینیم که بسیاری از این مسائل‌ها از سبب حمله پوتین به روسیه به میان آمدند. این چنین مسائل‌ها را به میان آورد زیرا حال مبارزه درباره اطلاعات و حقیقت درباره آنکه از جهت ژئوپلیتیکی چگونه می‌گذرد وجود دارد. از این رو ما در همکاری با کشورها برای بهتر کردن جامعه شهروندی، قدرت جامعه و آزادی و خیلی هوسمندیم و ما امیدواریم که در تاجیکستان نیز این کار را انجام دهیم.
برای دانشجویان تاجیک تحصیل در بریتانیای کبیر بسیار دشوار است. آیا امکانیتی فراهم آوردن شرایط برای تحصیل جوانان تاجیک در کشور شما موجود است؟ عموما تقویت همکاری ها در بخش معارف تا کجا در نظر است و در این سمت چگونه مانع ها را از بین می توان برد؟ بله، امکان تحصیل برای جوانان تاجیک مخصوصا در بریتانیای کبیر یک مسئله است که ما درک میکنیم و ما این را دستگیری میکنیم. شاید چیزهای باشند که ما میتوانیم آنها را جاری کنیم، سیاست هایی که ما میتوانیم آنها را تشویق کنیم و ما آماده ایم آنها را تحقیق کنیم و ما آماده ایم که رابطه های فرهنگی بین تاجیکان و بریتانیایی، خواه معارف باشد یا توریسم یا چیزهای دیگر، مستحکم کنیم، زیرا ما باوری داریم که آدمان، همکاری آدمان بین همدیگر خیلی مهم است و این چنین ما درک میکنیم که شماره زیادی آدمان در تاجیکستان میخواهند زبان انگلیسی را آموزند و این برای همه خوب است. از این رو ما این کوشش ها را قدر میکنیم. تشکر برای دقتتان.